آورده در همین میخوان. مراد از رجوع انسان در یک جا باشه، از همونجا کجای بره و با گشته به همون جاش بیایه، همین رجوع میگویند. یعنی شما از نزد خدا آمده، شما را خداوند خلق کرده، شما همه تان مخلوق خداوند هستید، شما همه در ید قبضه قدرت حضرت خداوند می باشید، از درگاه رحمت او آمدید، باز به سوی او باز میگردید. انا بازگشت معناش چیه؟ همین کلمه فارسیش هم ترجمهش کنی بازگشت، یعنی که یک جای ده بوده همونجا آمده جای دیگر، از اینجا با همون جای پیشینش، از همون جایی که خداوند آورده بودش از عالم عدم، از عالم کنهی عدم به عالم وجود پیوسته بودش بازگشت. که این مسئله علمی، مسئله علما و دانشمندان. انا هدیتاً از روی خرسندی، از روی شادی، از روی وسعت دل که الحمدلله بعد خیلی مهلت ها و زمان ها و وقت ها با الحمدلله که سرجمی، با دعا و درود، با دیدار بینی، با در یک مکان و منزل حضرت خداوند یکه و یگانه را عبادت کردن ما و شما را خداوند روزی و نصیب گردانید. همین سجده شکر همه پیغمبران کردگیان. خیلی اشتر نکشتی، گاو نکشتی برای خوبی و نیکی و دینداری و مسلمانی و مصالح دینت. اقلا یک سجده شکر. حتی سجده شکر اکثریت علما بی طهارت هم اجازت دادن. رو به سوی غیر قبله هم باشه گفتن اجازت. سر در زمین بمانه 3 بار سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. اصل مال همه از حضرت خداوند جل جلاله. لله ملک السماوات والارض. از برای خداوند است مالکیت زمین ها و آسمان ها و تمام اشیاها. خب به تجارت یافته باشی، خب به واسطه فرزندان یافته باشی، خب به میراث پدر و مادر یافته باشی، پدر و مادرت از کجا آورد؟ همه این مال خداست. حضرت عمر رضی الله عنه را صحابگان کبار سوال کردن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. به یک روایت 100 شتر بار یا زیادتر را در راه خداوند صرف و خرج کرد. در حالت بسیار تنگی و سختی پرسیدن مال کیست؟ همه میدونستن که مال عمر رضی الله عنه های. حضرت عمر را گفتن مال من، این مال کیست؟ این گفت مال الله، این مال خداوند جل جلاله است. صحابگان تعجب کردن، گفتن ای عمر این در دست تو هیکو؟ گفت این مال خدا های و لجام شده دست عمر دادست و نظر داره که عمر رضی الله عنه چه کار میکرده باشد. برای همین او پول و مال و دلار و ماشین و خونه و در و حتی زن و فرزند آیت قرآن و حدیث حضرت محمد علیه السلام مال و اموال، حتی زن و فرزند مال گفته است به آیت قرآن. یعنی که این زن فرزند تا در چی کار استفاده میبری؟ پول و مال و منصب و وظیفه و قوت و توان تا در چی چیز صرفه و خرج میکنی؟ گفت این مال خدا هست به صورت یعنی شتر و یک سواری صورت بس که عامه فهم شود. گفت لجام شده دست عمر داده است، نظر میکنه که عمر رضی الله عنه چه کار میکرده باشد. نیکی سپاس و ستایش حمد ثنا همه وقت حضرت خداوند جل جلاله را. خوشا به حال کسی که سر در سجده الهی بمانه، سجده شکر کنه و آبی دیده بریزه خدایا بگه شکر که در این مسجدها کشاده. سرجمعی ما و شما، پدر و برادر و اکه و دادر و استاد و شاگرد و این وی، خواه شاگرد دین باشد، خواه شاگرد دنیا باشد، خواه استاد دین باشد کسب و هنر دنیا باشد، خواه استاد کسب و هنر دین باشد. این سرجمعی حضرت پروردگار جل و علا شأنه به زبان حبیبش چی وعده کرد؟ ید الله علی الجماعه. دست خدا، نصرت خدا، یاردم خدا، رحمت خدا بر جماعت است، بر سرجمعی است. تمام امور دینی ما و شما بر سرجمعی است. از ایمان سر کرده از لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر چندی از درون قلب برای او انسان بیرون آوردنش به زبان فریضه قرآنی و شمار می رود، فریضه ایمانی و دینی، لکن برای شنیدن 1 2 3 جمعیت در کار که آنان شاهد قیامت شوند. اگر انسانی نباشه
اگر مخلوق موجودی نباشه گفته در اطرافش هر مال و متاعی باشد آنها گواه و شاهدی او میشوند، گواه و شاهدی او میشوند. انا شکرگزاری این نعمت سرجمی، این نعمت طاعت و عبادت هر وقت دایم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان گفتن حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از جمله ایمانداری است. وطن را به یک روایت جایی که او انسان از مادر جدا شده همون را وطن گفته می شود. کجایی که باشد، به یک روایت جایی که اونجا چکا کرده است، تأهل کرده است، تأهل زن گرفته است و زندگانی کرده است، همونجا را وطن گفته می شود. بعضی علما و دانشمندان وطن ثانیش قرار دادن، دوم وطنش گفتن. نیکی پیغمبر از واجبات ایمان به یک روایت که وطن دوست داشتن، یعنی وطن دوست داشتن در آبادی او وطن، در آبادی قوم و قبایل او وطن، در آبادی او ملت و او سرزمین و او قلمرو، هم حصه جسمانی، هم روحانی، هم مالی، هم مادی، هم معنوی گزارش کردن در کار. به دستم، به چشمم، به گوشم، به دینم، به دنیا هم، به پولم، به مالم، به منصبم، همه جانبه برای آبادی وطن. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که برای محبت مکه و زادگاهشان، آن جایی که به زمین از مادر خداوند به زمین آوردن و پیداشان کردن، بیرونشان کردن، برای مکه مکرمه گریان میشدن و میگریستن، میگریستن و دعای چنین میکردن: اللهم احبب الینا المدینه کما احببت الینا المکه. بارو خدایا مدینه را و ما محبوب بگردان، وطن ثانی و وطن هجرت را، وطن نبوت و رسالت را، خدایا وطن هجرت را بر ما محبوب بگردان، همچنانه که مکه مکرمه را بر ما محبوب گردانیده بودی. لکن عهد و پیمانی که به انصار داده بود که ما گفتن میاریم ترا، وطنت میتیم، جا و باشیش و مکانت بدیم، لکن بعد ظفر یافتن تو عالمگیر شدنت با آرزوی وطن نکنی و ما را پرتافته گشته بروی. گفته عهد و پیمان یک شرط همین بود از اهل انصار، از اهل مدینه منوره. انا برای همین شکرگزاری این موسی فدای کلانسال، شکرگزاری یعنی حاجیان حرمین شریفین، شکرگزاری در مسجد کشاده شدنش، شکرگزاری نعمت امن، امنیت و آرامی و خاطر جمعی در وطن از فرایض واجبات ایمان است که ما و شما هر وقت طهارت گرفتیم 2 رکعت نماز شکر حضرت خداوند برای این نعمتاش. و این تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر شما شمار کنید نعمتهای حضرت خداوند جل جلاله را در حساب آورده نمیتوانید. فرمان خدا آیت قرآنی است. انا برای همین هر یک کدام جوان اسمی، پیر اسمی، آیا دبرد آدمای بی قوت شده را، آدمی که دستاش سست شده، پاهاش سست شده، یا ماور چشماش سست شده و از چشم آب می رود، یا ماور گوشاش شنیدنش ضعیف شده، ندیده دبرد برای اون نعمت 50 سال یا 60 سال یا زیادتر. برادرای عزیز مهربان، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: و اذا رأیتم المصابه فاحمدوا الله و تعوذوا الیه من ذلک البلاء، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. در طرق حدیث آمده است که گفت یک کس در بلای دیده، در غم دیده، در شکنجه دیده، در محنت دیده، در کرسی معیوبی و نابینایی یا کری یا گنگی یا شلی یا یک طرفی در بدن کار نکردن یا در جاگه معیوبی و دردمندی دیده، شکرگزاری کنی که ما را این چنین نکرده، خدایا ما را این چنین نکرده. نباشد درد همش به سر امتی محمد صلی الله علیه و سلم یک باریگران نعمتی که ثواب و اجر است هر چی باشد. لکن در زیر آیت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعضی مفسرها گفتن که اگر ما 100 تقسیم کنیم کار ثواب خوبه، 70 ثوابش اگر به قیامت مانده شده باشد یا 70,000ش برای قیامت مانده شده باشد، 30 تاش برای همین دنیا مانده شدگی، 30 تاش در همین دنیا به سر بنده می آرد خداوند جل جلاله. از این احتیاط کردن در کار، تنی صحت، دست به قوت، چشم بینا را، گوش شنوا را، زبان گویا را، عقل و هوش برجا را، همه این نعمت است. زن و فرزند و مسجد و مدرسه و درس و نماز جماعت و سرجمی و دعا و یک دیداربینی. حضرت ایشان مکتوم کلان میگویند غرض از سیر قلندر دیدار است، ورنه این نان و آش همه جا بسیار است.
این نان و آش یگان کس گرسنگی را الحمدلله کو نمرده است. هر جا یک تیکه خداوند ریزقش گرانده است، یک لقمه و یک چیزی در دسترس بکنه از ریزق خودش. مقصد از این دعوت ها و سرجعی ها دیداربینی، یاد خدا و رسول خدا و شریعت خدا. من هدیتا برای اهل خانواده حضرت ایشان، این حضرت ایشان کلان، این اکشان اینجا حضور دارن، بابی قاری کلان من که در سرزمین ما انشاءالله این خیل شخصیت ها تماما، این خیل شخصیت ها ما در هر کجای باشیم تعظیمی خدمت دینداری و ایمانداری را برای اهل قرآن بودنشان با دیگرها که هر کدام را من نامزد کردن نمیتونم، باید پیش ما و تعظیم کرده برای دینشان، برای ایمانشان، برای تلاوت قرآنشان و حفظ درون قفسشان پیششان بخیزیم. به هر قدرت و توانی که باشه باید دست خدمت دراز کنیم، خواب زبان، خواب جان، خواب مال، خواب قد و قامت و قوت توان. یک حدیث هدیتا برای اهل طعام، حتی در بعض حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که طعام ولیمه شفا است، یعنی که بسیار دردهای ما و شما را که خداوند به سبب او، به سبب حرمت نکاح، به سبب ان نکاح سنتی، به سبب آیه قرآنی فانکحوا، که همین طعام برای حرمت همو آیت، برای حرمت ابو حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهیا کردن و آماده کردن. خداوند شفا را برای بسیار بیماری ها این نعمت نمیشه. با این نعمت های خدا را ما از کجا همیشه شکر گزاری میکنیم؟ از کجا نعمت خدا را شکر گزاریش به جای آورده میتوانیم؟